بنده امیر فردین به همراه تیمم. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام. جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. لایو امشب رو البته با کمی تأخیر آغاز میکنیم. موضوع لایو امشب در خصوص فروش سوالات امتحانات نهایی و اتفاقات عجیب و غریبی که داره اتفاق میفته و البته فروش سوالات کنکور. امشب حالا صحبت جالب و جنجالی داریم. تا ثانیه های دیگر لایو امشب رو آغاز میکنیم. منتظر هستیم که تعداد دوستان به اون حد نصابی که هست برسه که بتونیم صحبت رو آغاز بکنیم که رشته کلام از دست دوستانی که لایو رو میبینن در نره. برای اگر لطفاً امکانش هست اون دوستانی که میتونن لایو رو هم ضبط بکنن و برای من ارسال بکنن که من بتونم هم توی تلگرام هم توی یوتیوب به اشتراک بذارم. خب دوستان عزیز، من فقط مجبورم که کامنت ها رو ببندم، توضیحات رو بدم. بعد از اینکه کامنت رو باز گذاشتم شما میتونید سوالات خودتون رو در دقایق انتهایی لایو بشنوید. پس لطفاً معذرت من رو بپذیرید و فقط امشب گوش بدید که داره چه اتفاقاتی میفته. چند هفته‌ای بودش که ما میخواستیم فروش سوالات امتحانات نهایی و بعد از اون فروش سوالات کنکور رو پیگیری بکنیم و چون امتحانات فصلش آغاز نشده بود و عملا اسناد مدارکی که دست ما نرسیده بود، سعی می‌کردیم چندین تا کانال و گروه و نمیدونم آیدی های اینستاگرامی این مافیایی که فروش و خرید فروش سوالات امتحانات نهایی رو انجام میدن که چندین سال هم بودش داشتن این کار رو انجام میدادن، رصد کردیم و متوجه شدیم که یه اتفاق عجیب و غریب افتاد. یعنی درست ساعت مثلا 5:50 صبح روزی که مثلا اولین سالی که لو رفت سوالات امتحانات دینی بود در امتحانات پایه نهایی، اونم چی؟ امتحانات دینی. یعنی ما یه امتحان دیگه بود شاید یکم میتونستیم بگذاریم، اما امتحانات دینی برای ما یکم حقیقت خنده‌دار میاد و سوالات تقریبا 5:50 صبح لو رفت و در اینترنت قرار گرفت و خیلی هم جالب بود که تو ساعت اولیه خرید و فروش میشد و بعد از اون هم رایگان قرار گرفت. چه اتفاقی افتاد؟ بلافاصله چندین تا کانال رو ما اومدیم رصد کردیم، دیدیم که اینها به صورت شبکه‌ای با هم ارتباط دارن. این قضیه رو وقتی رسانه‌ای کردیم تقریبا 4-5 ساعت بعدش مسئولین مصاحبه کردن و گفتن که آره، دانش آموزها خودشون از این سوالات عکس گرفتن و اینها رو گذاشتن توی شبکه‌های اجتماعی. در صورتی که کدوم دانش آموز میتونه ساعت 5 صبح وارد مدرسه بشه، 5:50 وارد مدرسه بشه و از اون سوالات عکس بگیره؟ نکته اینجا بود که اون مافیایی که وجود داشتن، حالا تو ناحیه‌های مختلف، تو استان‌های مختلف هم این قضیه اتفاق افتاده بود، صبح زود این برگای امتحانی رو روی زمین میذاشتن، روی سرامیک، دقیقاً انگار که مثلا سر جلسه امتحانه، و یک عکس ازش میگرفتن و میذاشتن تو شبکه‌های اجتماعی و که بعد از اون اگه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بشینن روی این افراد و ازشون بخوان سوال و جواب بپرسن، بگن که ما نبودیم، خود دانش آموزا لو دادن و راه ماستمالی رو برای خودشون باز گذاشته بودن. وقتی یکم رفتیم جلوتر دیدیم نه، داره یکم قضیه عجیب غریب‌تر میشه. چند سالی هستش که ما رفتیم سرچ زدیم، هی دیدیم آقا مجلس داره تصویب میکنه که کنکور برداشته بشه، مجلس داره تصویب میکنه برداشته بشه، اما عملا کنکور در ایران برداشته نمیشه. و یه ارتباط و ریلیشنی بین کنکور و این امتحانات نهایی وجود داره. میدونید که اگر این سوالات خرید و فروش بشه، ضریب و درصد داره برای قبولی در امتحانات نهایی و شاید این برای شما جالب باشه که اینها خیلی راحت میان پول میدن و این سوالات رو میخرن و عملا زحمت اون دانش آموزی که در شهرستان ها قرار داره، در خود تهران تو محله‌های مختلف که شب تا صبح زحمت میکشه و درس میخونه، این مسئولینی که بوی از شرافت نبردن، اون پلیس فتوایی که آب بردتش، اون دستگاه اطلاعاتی و امنیتی که آب بردتشون، وظیفه پلیس فتا چیه؟
مگه این نیستش که در فضای تبادل و اطلاعات اینترنتی رصد بکنه تخلفات اینترنتی رو؟ من در اروپا باید بشینم تخلفات شما رو رصد بکنم بذارم تو کانالم که فرداش مسئولینتون بیان پیگیری بکنن؟ شما خودتون چی کاره اید؟ همتون هم ماشاءالله میرن شکایت بکنن از من تو پلیس فتاهای استانهای مختلف. همه پلیس فتاها منو میشناسن، کانال منو میشناسن، نه منو. از مازندران بگیر تا بندر عباس. همتون هم میدونید که دستتون با هم توی کاسه است. بعضیاتون چه تخلفاتی رو پوشش میدید، چه تخلفاتی رو پوشش نمیدید. تو ایران من فکر میکنم پول داره حرف اول رو میزنه تا قانون. من فکر میکنم اینطوریه. یعنی وقتی ما دست رو هر چیزی میذاریم ببینیم یک گندی بالا میاد، فاضلابی بالا میاد. و این افرادی که سوالات کنکور رو، سوالات امتحانات نهایی، میرسیم به کنکور در دقایق آینده، سوالات امتحانات نهایی رو به فروش میذارن، از دید تفکرات برنامه پشت پرده به مراتب فاضلاب‌تر از اون افرادی هستن که در شبکه‌های اجتماعی دارن فعالیت قمار و سایت شرط بندی میکنن. چون این افراد تأثیر مستقیم روی سرنوشت آدم‌ها دارن. آقای مسئول، شما شب راحت خوابت میبره، اینکه راحت سوالات به فروش برسه، تو همین پولی بذاری تو جیبت. بعد فرداش اومدن مصاحبه کردن، گفتن که توی ایلنا مسئولین آموزش پرورش، و من اینجا نوشتم اون شخصی که اومده بود مصاحبه هم کرد، خیلی جالب بود. آقای علیرضا راهپیما، مشاور مدیر کل آموزش پرورش شهر تهران. من عین خبر رو برای شما اگه بتونم بخونم و شرایطش به وجود بیاد، اصلا ماسمالی میکنن در حد لالیگا. میگه که بخش همین مشاور آقای آموزش پرورش تهران که بعد از اینکه ما اومدیم افشا کردیم دیشب تازه ایشون یادش افتاد که بعد یه صحبتی راجع فروش سوالات بکنه، گفتش که بخش بازرسی و حراست باید بررسی کنه که به عنوان مثال امکان لو رفتن تا چه اندازه و تعداد دانش آموزانی که از سوالات لو رفته استفاده کردن در چه حدی بوده. اگر به این نتیجه برسن که تعداد بسیار محدود بوده و اون افراد از اون سوالات و اون افرادی که از سوالات لو رفته کمک گرفتن رو میتونیم پیدا کنیم و عملا امتحان مشکلی نداره. یعنی این آدم من فکر کنم بی‌سوادترین آدمی که در آموزش پرورش، من نمیدونم چجوری سمت به این آدم دادن در آموزش پرورش. احتمالاً از اینا تو داشته، یقش بسته بوده و ریشون اینا داشته سمت گرفته، عقل نداشته. سوالی که در شبکه‌های اجتماعی لو میره، مگه شما میتونید بفهمید که این سوالو چند نفر دیدن تو کل ایران؟ دنیای مجازی به این بزرگی، شما مگه میتونید رصد کنید که چند تا گروه کانال تلگرام این سوالاتو منتشر کردن، چند تا آدم دیدن، چند تا آدم قبل از ساعت 8 صبح دیدن، چند تا آدم بعد از ساعت 8 صبح دیدن؟ حق یک نفرم از فروش سوالات امتحانی اگر ضایع بشه آقای مسئول، حق الناسه. اینو بفهم. حق الناس اگه نمیفهمی چی، اگه نمیدونی چی، برو لا قرآنو باز کن، برو ببین حق الناس در دین شما چیه تو اون ایران. وقتی نمیدونید حق الناس چیه، وقتی نمیدونید دارید به کجا میرید، خودتون نمیفهمید دارید به کدوم مسیر میرید، 4 تا آدم بی سواد تحویل جامعه داده میشن که فقط با پول دارن همه چیز رو میخرن. این میشه فروش سوالات امتحانات نهایی. میرسیم به سوالات کنکور. از همین الان داره سوالات کنکور به صورت مافیایی از 250 میلیون تومان 300 میلیون تومان فروش میره. تکلیف اون شخصی که توی فلان روستا حتی پول نداره سوالات کنکور رو بخره، پول نداره جزوه بخره، سوالات کنکور که چه عرض کنم، پول نداره جزوه بخره، پول نداره قلم و خودکار و مداد بخره، پول نداره شب غذا بخوره و شب تا صبح درس میخونه بگه من به یه جایی برسم که بتونم خانواده‌ام که آقازاده نیستن و یقه سفید نیستن رو به یه جایی برسونم. یا آقازاده اون بالای بابا پولداری که معلوم نیست پولش از کجا آورده، میاد به همون راحتی سوالات رو خرید و فروش میکنه و عملاً این آدم هر چی تلاش کرده رو هوا میره. ولی اینکه در سالهای گذشته آزمون‌های تخصصی پزشکی فروش رفته. 1000 نفر من پیام دادن. من نمیدونم، من یه آدم عادی ام، یه کانال تلگرامی دارم با 34-5 هزار تا فالوور و کانال یوتیوبی که حالا به مراتب پربازدید. این همه آدم این همه گزارش به من میدن، شما فکر کنید به پلیس فتا گزارش نمیدن؟ کجای کار داره میلنگه؟ کجای کار مورد داره؟ این پلیس فتا این همه سند و مدرک رو نمیبینه؟ این وایسایی که تو کانال‌های مختلف من دیشب منتشر کردم، ببینید من الان
یه وایسش رو منتشر میکنن، ببین به همین راحتی داره سوالات قشنگه و پول بدید بخوریم، نه دور همین. دوستان من یه چیز اول به شما بگم که بچه سال نیستم که بیام پولتون رو بخورم و صدای نمیدونم شخصی که سوالات رو بیام میفروشه. بهتون امید بدم که سوالا میاد و روز امتحان 1 ساعت مونده به امتحان بگم نمیاد، وقتی بگم بیاد میاد، وقتی بگم نمیاد. پول یه عده بچه‌رم نمیخورم. بهتون بگم که کسایی که با من پارسال بودن کاملا اوکیان، اخلاق منو میدونن. بعد هدف من قبولی شماست. هدف من هدف قبولی من شماست. بله. سود هر دوتای ماست، یه جوری سود میشه هر گفت. دوتای. حالا علاوه بر فروختن سوالا، من واقعا میخوام از ته دلم سوالای واقعی به شما بدم. یعنی این نباشه که بیام سوال فیک بدم و یا اینکه بگم که رابط نداده و یا اینکه بگم که نمیدونم بلاک کنم و نکن. پول وقتی که از حسابتون اومد به حساب من، داخل حساب من امن میمونه. اگه سوال اومد که پولتون خب اوکی میشه، اگه سوالم نیومد پولتون میمونه برای سوال بعدی. زیاد این وایسه، احتمالاً خیلی از دوستان این وایس شنیدن. به همین راحتی راحت وایس میذارن تو کانالشون، راحت وایس میذارن تو گروهاشون، میخرن میفروشن. بابا هم پول داریم که چقدر، بچه جون که 50,000 بابا بخر سوال. بعد همین آقای راهپیما ببین چی گفته که خیلی جالبه. تو گفت علیرضا راهپیما مشاور آموزش پرورش، تریلی نمیکشه آدم، گفته که در این باره که سوالات خرید و فروش شده به خبرنگار ایران گفته که این سوالات به هیچ وجه از شهر تهران لو نرفته و علت اونم خیلی روشنه، زیرا ما روی برگه‌های امتحان نهایی بک‌گراند زدیم و این بک‌گراند روی عکسی که در تلگرام از سوالات منتشر شده وجود نداره. همین مدرک به سادگی نشون میده سوالات مربوط به استان تهران نبوده و نیست. سوال اینجاست که اصلا بحث تهران و شهرستان وجود نداره. این آدم چون از میزش میترسه اینجوری اومده مسابقه که دستگاه اطلاعات امنیتی نرن روش، میگه از شهرستان بود، در تهران نبود. آقا ما جون مادرتون صندلی منو حفظ کنید، برید اون شهرستانی‌ها رو بگیرید. یعنی این توجیهیه که این آدم میکنه در خصوص فروش سوالات امتحانات نهایی که تأثیر مستقیم داره رو سوالات کنکور. یعنی من نمیدونم اینا دارن رو کجا میزنن. یعنی کنکور هم همینطوری، یعنی سوالات سالیان سال داره فروش میره. ببینید سوالات کنکور به صورت وکیوم شده و پلومه، یعنی نمیشه گفت که سوالات مثلا یه هفته قبل از امتحان خرید و فروش میشه. قطعا سوالات در روزهای آخر به فروش میره، شاید هم ساعات آخر مثلا 5 ساعت 6 ساعت قبل از امتحانات سوالات به فروش میرسه. اما خب یه سری مافیا این وسط وجود دارن ها. این مافیا رو من یه پرانتز باز بکنم بگم به فروش سوالات برسیم. یه سری آموزشگاه هستن توی ایران، آموزشگاه معروفی هم هستن که توی صدا و سیما ها هم تبلیغ زیاد میدن که مردم رو آماده میکنن برای کنکور. مثال خیلی بارزش آموزشگاه قلمچی و گاجه. همیشه سوالات امتحانات قلمچی که به صورت رایگان هر 2 هفته یه بار در ایران امتحانات کنکورش برگزار میشه لو میره روز قبلش، اما سوالات امتحانات گاج لو نمیره. مال آقای جوکار. نکته و سوال اینجاست، میرن تو قلمچی امتحان میده، مثلا یه درسی رو 80% میزنه، بعد همونو میره تو گاج میزنه میشه 70%. مشاور گاج میگه خب باید بری بیشتر تلاش بکنی، چون اون که رفته تو قلمچی ثبت نام کرده خب سوالات از قبل ندیده، سوالات از قبل دیده، یعنی روز قبل از امتحان آزمون آزمایشی رفته توی قلمچی سوالات تو اینترنت دیده، گذاشته رفته امتحان داده، ولی اون هیچ وقت سوالات گاج لو نرفته. این طرف یه مافیایی خب توی آموزشگاه‌های امثال گاج وجود دارن خب که سوالات بقیه مؤسسات رو لو میدن که طرف آماده نشه برای کنکور، و مثلا اگه قلمچی رو میزنه 80% بعد میره تو کنکور همونو میزنه 30%، چون از قبلش تقلبی دیده دیگه. ولی اون گاجیه و امثال اون که یه مافیا برای خودشون رو انداختن و میلیاردی پول به جیب میزنن و الان هم بعد از اینکه ما اومدیم که گفتیم خرید و فروش سوالات میشه، به خاطر اینکه لو نره اتفاقات عجیب و غریبشون دارن منو مدام تهدید میکنن. حالا تهدید سایت شرط بندی کم بود، تهدید این آموزشگاهی برگزار کننده کنکور که 90%شون تأثیر مستقیم در فروش سوالات کنکور هم دارن و دستگاه اطلاعات امنیتی باید روی اینها بیشتر زوم بکنن، روی همین آموزشگاه‌ها که نام بردن و امثال اینها باید پیگیر باشن. بعد چه اتفاقی میفته؟ سوالات کنکور به سطح وکیوم شده است
میدونید که کنکور هم داخل ایران برگزار میشه هم خارج از ایران. میتونه سوالات به دو روش لو بره، سوالات از طریق مخازن که سوالات در اونجا نگهداری میشن، یا از طریق سفارتخونه ها که امکان لو رفتن سوالات از طریق سفارتخونه ها به مراتب بیشتر از این هستش که در مخازن داخل ایران لو بره، چون در بعضی از کشورها به دلیل اختلاف ساعتی که وجود داره امتحانات زودتر برگزار میشه، بعضا 4 ساعت زودتر، و اونجوری 4 ساعت 5 ساعت زودتر شبونه سوالات رو میگیرن و میفروشن. یعنی یه باگی که در سیستم آموزشی وجود داره و یه سری آدمی که در این وسط دارن سوالات رو خرید و فروش میکنن. و سوال اینجا پیش میاد و سوال خیلی هم جالبی هستش، چرا بیش از 10 ساله تصویب میشه که کنکور، یعنی میره تو مجلس صحبت میشه که کنکور حذف بشه، اما یه سری آدم میگن کنکور حذف نشه چون دکون تختشون بسته میشه. چون اگر کنکور نباشه بعد یه دم نگران میگن وای اگر کنکور باشه میشه شرط معدل. باز نه، ببینید اصلا انقدر ما ظرفیت دانشگاهمون زیاده خب که بحث شرط معدل نیست. الان چجور ما تو دانشگاه خارج از کشور که از لحاظ جمعیتی در همین کشور آلمان راحت شما رو تو بهترین دانشگاه پذیرش میکنن بدون شرط معدل، بعد بین مردم ترسی میندازن بعد شرط معدل باشه. بابا این همش بازیای خودشونه. حالا ما بالفرض هم میذاریم اینا پذیرش بشن تو دانشگاه، فارغ التحصیلیشون هم حالا در مقوله جداست. 2 سوال این وسط وجود داره، چرا آموزش و پرورش و دستگاه اطلاعاتی و پلیس و فتا به جد با اینها برخورد نمیکنه یا نمیدونه برخورد نمیکنه؟ خب که بعید میدونم با این حجم گزارشایی که برای ما به عنوان یک کانال تلگرامی اومده، یا میدونه یه اتفاقاتی داره این وسط میفته دیگه. پلیس فتا اومده بود گفته بود که در سالهای گذشته، من یه وایس رو امروز در کانالم گذاشتم اگر بتونم الانم پیداش بکنم، گفته یه مورد اتفاق افتاده. من وایس پلیس فتا رو میذارم همین امروز، ولی بعد از جریان سازی دیروز ما پلیس فتا واکنش نشون داده، قربونش برم. هر موقع ما با جریان سازی میکنیم اینا یادشون میفته که بعد یه مصاحبه ای هم بکنن و یه پلیس فتایی هم وجود داره. بشنوید. دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پلیس فتا اینا. هشدار پلیس فتا به دانش آموزان: فروش سوالات امتحانی کلاهبرداری، مراقب باشید. به استخاطه میگم که تمامی این موارد کلاهبردارانه است. سال گذشته هم از تمام اون مواردی که ما در واقع پیگیری کردیم و شناسایی کردیم و دستگیری هایی که انجام شد، فقط در یک مورد واقعا سوالات آزمون ها لو رفته بود که اون یک مورد هم چند دقیقه قبل از آزمون در واقع بعد از خروج سوالات از قرنطینه و در حوزه امتحانی اتفاق افتاده بود که سوالاتی هم که دست افراد رسیده بود قابلیت بهره برداری چندانی نداشت. بنابراین تمام کسانی که اظهار میکردند که ما قبلش سوالات رو داریم برای فروش گذاشتند و همه اینها کلاهبردارانه هست و به هیچ عنوان اعتماد نکنند. میگه بابا من آدم میشناسم که خودش اومده اقرار کرده من سوالات کنکور رو خریدم. آدم میشناسم خودش اومده با زبون خوش گفته آقا من سوالات مقاطع دکترا خرید و فروش میشه. حالا خوشبختانه دکترا چون حالا یه قسمتش بعد بره طرف مصاحبه هم بکنه اونجا دیگه خدا رو شکر تقلبی صورت نمیگیره چون آزمون ها 2 مرحله‌ای و 3 مرحله‌ایه. من نمیدونم اینا دارن دنبال چه چیزی میگردن. دارن حالا یه بحث دیگه هم خیلی جالبه وجود اومده. حالا بحث این کنکور اینها رو ما تا جایی که تونسته الان باز کردیم و باید الان دستگاه اطلاعاتی امنیتی روی این قضايا باشن. یه اتفاق عجیب و غریبی ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی افتاد و یه خیریه‌هایی هم اومدن جدیدن دارن کلاهبرداری میکنن که اونها رو در قسمت‌های بعدی حتما بهشون میپردازیم. یه دست دوستان شاید سوال برشون اومده تا خیلی اصرار داشتن که باید این مسائل هم پیگیری بشه. چشم پیگیری کنم. من الان کامنت ها رو باز میکنم که دوستان شاید بتونیم 4-5 دقیقه هم با دوستان باشیم و سوالات دوستان رو جواب بدیم توی این قضیه. حالا توضیحات بیشتر رو هم ارائه میدیم. آره یه سری سهمیه‌های مسخره هم وجود داره. نمیتونم سهمیه فلان و ایکس و وای و من نمیدونم آخه سهمیه برای چی؟ مثلا طرف تو فلان پایگاه بسیج بوده بهش سهمیه میدن، خون تو رنگین تر از بقیه بوده بعد به تو سهمیه بدن. اینو نمیدونم.
بعد یه چیز جالب‌تر هم این که اومده بودن یه دونه چت تقلبی از من منتشر کرده بودن که امین فردین 35 میلیون تومان از یکی از این کنکوردارا باج گرفته و رشوه گرفته. آخه آقایون ناقص العقل، آقایونی که ندارید. اولا بعد عکس هم گذاشته بودن جالبه، مثلا کارت به کارت شده 35 میلیون اومده تو حساب من. اولا اینکه در سیستم بانکی ایران بیشتر از 3 میلیون تومان نمیشه کارت به کارت. پس اولا وقتی تو میری چت فیک درست می‌کنی، من بری که اطلاعات بانکی تو ببر بالا. اگر بانک هم یکی باشه بین 5 تا 15 میلیون میشه جابجا کرد، نه 35 میلیون تومان. خب این نکته. بعدش هم جالبه تو چت هم نوشته بود که آقای فردین پول اومد تو حسابت، منم مثلا از قول من نوشتن آره پیامکش رسید، من خارج از ایران زندگی میکنم دوستان، 3 سال سیم کارت ایران ندارم. خب مثلا پیامک تو بانک ایران میاد رو خط آلمان من دیپ دیپ مثلا 35 میلیون اومده تو حساب من. خب یعنی اسکومیش به قول آلمانیا. خب نمیدونم دقیقا میری چیز ساختی که درست میکنید رشوه میدن، نمیدونم تهدید به مرگ، قتل، تجاوز کردن تو میزنید. بابا یکم تهدید چند ماهه، 3 ماه 4 ماهه. میگه سوالات کنکور داخل و خارج از کشور متفاوته. نه عزیزان من، فقط سوالات زبان و چند تا از حوزه هاش متفاوته، کلا متفاوت نیست. برید که اطلاعاتتون رو برید بالا. میگه با هم فرق داره. نه برید یه مطالعه بکنید دوستان، هیچ فرقی نمیکنه. بعدش میگم پول گرفته. بعد یه شماره حساب از من معرفی کنید. آخه ناقص العقلا تو کسی هم که میخواد باج بگیره، خب بهتون میگم بدونید میره بیت کوین میگیره، مثل این هکرها، نمیره مستقیم شماره حساب خودش رو بده که. یکم برید این چیزها رو مطالعه کنید. آره تجاوز هم میگم. بعد اصلا نگاه کنید یه نکته بعدی هم وجود داره. نوشته بودن که سوالات فرق داره. آقا ما فرض رو هم برای میگیریم آقا سوالات فرق داره، همش منتظرینن مثلا یه سوتیای کلامی از آمده. آقا صورت مسئله چرا پاک میشه؟ لطفا اگر این سوتی‌ها رو هم میخواید بگیرید به صورت مسئله فکر کنید. صورت مسئله این هستش که آقا فروش سوالات نباید انجام بشه، اصلا فرق داشته باشه. اون به زبان اسپانیایی، به فارسی، اصلا کلا سوالات متفاوت. بیت کوین اسخای میکنم، بیت کوین گفتم، بیت کوین. اوه چه سوتی دادم. حالا فردا دیگه باید جمع کنیم اینا رو. بیت کوین اسخای میکنم، ما نگرفتیم نمیدونیم. آره شدیم قضیه. آره بیت کوین چرا گفتم؟ این ویدیو رو دیده بودم شو رفته بود تو حافظه کوتاه مدت و بلند مدت من. بیت کوین آقا ثابت کن. بحث فرق داشتن و نداشتن نداره، بحث اینه که نباید سوالات کنکور فروش بره. بعد نکته بعدی هم این که در خصوص این رقاصا اینا هم گفتیم که پیجشون مسدود شده. امروز روزی 4-5 نفر داره پیجشون بسته میشه، توضیح میده. حالا امروز بحث کنکوره. مهشید خسروی هم خب این چیز هست دیگه، گفتن که کمک میکرده و اینا، یه خیریه داشته. سوال بپرسید. حتی بعضیشون هم کلاهبرداری میکنن این فروشنده های سوالات کنکور رو. اینا در نظر بگیرید که صرفا این نیستش که سوالات واقعا به همه داشته باشن. یه دم سوء استفاده میکنن، پول بده سوالات رو ما داریم و کلاهبرداری هم میکنن. این هم در نظر بگیرید که همشون سوالات رو ندارن. یعنی اون اصلیا خب یه چند تا کانال هم دارن که همه میشناسنشون، ولی خب در کنارشون راه کلاهبرداری هم باز شده دیگه. ولی ما هدف اون هستش که کلا اینها جمع بشه. بعد آره این جمله قشنگی هم گفتین دوستمون. ببینید اگه یه زمانی هم تو این چند سال گذشته سوالات کنکور زیاد لو رفته، بعد من تو تلویزیون میگم برای که ماسپری میگم آره یه بار لو رفته، همین پلیس فاطمه میگه یه بار لو رفته. آره مثلا 20 بارم لو رفته باشه نمیاد بگی که 20 بار لو رفته، برای که کنکور رو نمیتونن جمع بکنن. کنکور 1 نفر 2 نفر 3 نفر تو شرکت نمیکنن، هزینه داره برای دولت، چون نمیتونن جلو گنداشون رو بگیرن. یه مورد هم بوده مثلا اون دنیا اگه سر پلیسترات گرفتنش میگم ما گفتیم. حالا این داستان وجود داره. ما میگیم آقا اینا حق الناسه، باید جمع بشه. در خصوص سایت های شرط بندی هم ما همچنان محکم وایسادیم و اصلا کوتاه نمیایم.
این اگه البته حمله بر این نباشه دوستان حالا کاری بکنن بگن رفته نمیدونم باج گرفته و فلان کرده و یکم، نه، ما میگیم هدف اون هستش که همه سایت های شرط بندی باید جمع بشه. هر کی هم که تبلیغ سایت شرط بندی میکنه از دید ما فاضلابه و چیز دیگه وجود نداره. آره ببین جالب اینجاست که خیلی از این مؤسساتی که میان تبلیغ‌های میلیاردی به صدا و سیما میدن سوالات کنکور دستشونه، بعد توجه کردید میاد طرف مسابقه میکنه. ببین بعضی وقتا هم اینا سیاست دارن ها، یعنی بیان جوری سوالات کنکور رو با اون افرادی که هستن کار میکنن، خب طرف میشه رتبه 1 همشون نه، ولی مثلا بعضی من تو تلویزیون مسابقه میکنم رتبه 1 فلان هستم، مثلا رتبه 1 فلانم، و برید همون آدمایی که میگن رتبه 1 هم برید ببینید تو دانشگاه به چه سرنوشتی دنبال شدن. چرا یک بار یه مستند از اون کسی که رتبه 1 کنکور شده نیاوردن منتشر کنن؟ مؤسسات همش میگن فلان رتبه 1 شد رفت بعدی. و ما واقعا داریم این قضیه وقتی سایت شرط بندی من به نظر من زیاد الان در حال حاضر اولویت نداره نسبت به این سوالات کنکور. سوالات کنکور به مراتب با آینده یا یه شخص تا آخر عمرش بازی میکنه. ببینید وقتی سوالات قیمتش رو میذارن 350 میلیون و از کل ایران 100 نفر این سوالات رو بخرن، ببینید چقدر پول میشه که بیشتر 1000 نفر 2000 نفر میفروشن. و نکته بعدی هم که چند روزی هستش که تلگرام ما در تلگرام طلایی و در موبوگرام و اینا فیلتر شده داخل ایران و تلگرام در تلگرام اصلی ما فیلتر نیستیم، که ما هم همینجا هشدار میدیم به این افرادی که تلگرام طلایی ما رو فیلتر کردن. یک ایمیل رو آماده کردیم که میفرستیم برای خود شرکت تلگرام که اینا به چه حقی تلگرام ما رو تو ایران فیلتر کردن. اصلا شما به چه دلیلی به اینا دسترسی دارید که اینا تلگرام طلایی داشته باشن که بعدش بیان تلگرام ما رو توی ایران یا همون نرم افزار دیگه رو میگن، دوستان میگن موبوگرام هم فیلتر نیست. تو هر چیزی که فیلتر نیست بدونید ما شنود نمیشیم، اینجوری بگم امنیم. خب بعد عرضم به حضور دوستان که بله الان یه ایمیل داریم میزنیم به شرکت تلگرام که اینا به چه دلیل بهشون دسترسی داده شده، چون ما در کشوری زندگی میکنیم که آزادی بیان وجود داره و طبق قوانین اون کشور زندگی میکنیم و چه دلیل دارن برنامه ما رو میبندن توی نرم افزارها و ایمیل میزنیم. حالا خدا رو شکر. ارادت محمد دوست. آره ما تو مدارس خودمون هم اون زمانا داشتیم، معلم‌ها هم خیلی سوالات خرید و فروش میکردن، نگران نباشید. نه فقط دیدم تهدید الکی میکنن، میکشیم تیکت میکنیم فلان میکنیم، اینا جز تهدید و اینکه اول با رشوه میان جلو، با یه آیدی با رشوه میان جلو، اینا رشوه جواب نمیده، بعد میان فوش میدن میگن اوه طرف خریداری نیست، میان رو هوا. قضیه تجارت دختر ایرانی شما بهتر برید مستندهای قبلی ما رو توی یوتیوب و تلگرام ببینید، یوتیوب پشت پرده متوجه میشید. ببینید میگن که چرا در مورد این اتفاق صحبت نمی‌کنید، چرا در مورد اون اتفاق صحبت نمی‌کنید، چرا در مورد اون فلان مسئله صحبت نمی‌کنید. ببینید دوستان به مرور کم کم یه بنده خدایی به من هلوش 1 ماه پیش پیام داد و گفتش که من 1 ماه پیش به شما گفتم که سوالات امتحانات نهایی داره فروش خرید و فروش میشه و من به ایشون گفتم که ما سندی نداریم، مدرکی نداریم. اگه سند و مدرک مثل این 2 روز گذشته که وایس بود و پیام بود و قشنگ عین اصل سوالات لو رفت، اگر داشته باشیم منتشر میکنیم. رو هوا که نمیتونیم حرف بزنیم. در خصوص
سیاست برنامه پشت پرده من بارها گفتم ما اومدیم به سمت مسائل اجتماعی، سعی نمی‌کنیم دیگه وارد سیاست بشیم، خیلی کم مسائل سیاسی رو سعی می‌کنیم بررسی بکنیم و بیشتر مسائل اجتماعی هستش. میدونید چرا وارد مسائل سیاسی نمیشیم؟ چون سیاست کثیفه. روک بگم سیاست پدر مادر نداره. میای پشت پرده اینو بگی می‌بینی او این از اون با اون یکی پشت بسته، بعد میای راجع به اون بگی می‌بینی او این با این بسته، بعد می‌بینی با هم متحد میشن تق به تو حمله میکنن. خب بعد تو نمیدونی که اینو کوبیدی اونو کوبیدی و داره یه سری اتفاقات این دستی میفته دیگه. حالا ما سعی میکنیم که بیشتر مسائل سیاسی رو مطرح نکنیم و بیشتر مسائل اجتماعی رو مطرح کنیم. آره اگر مسائل سیاسی مدرکی گیرمون اومد که مدرک جالبی بود حتما منتشر میکنیم و چرا که نه. فعلا مسائل اجتماعی برای ما تاثیرگذارتر هستش. ببینید یه مثال من تو لایو قبلیم زدم، امروز هم دوباره همون رو تکرار میکنم برای خیلی از دوستان چون لایو قبلیمون رو سیو نکرده بودیم و میدونم الان داره لایو سیو میشه. ببینید یه مثال خیلی ساده میزنم. آقای روحانی تو زمان انتخابات تقریبا پارسال همین موقع بود رفت مشهد سخنرانی کرد و آقای رئیسی هم که رقیبشون بود رفت مشهد سخنرانی کرد و این دو عملا سیاسی ترین و سخت ترین و هیجان انگیز ترین مصاحبه خودشون رو توی مشهد انجام داده بودن. آقای روحانی توی صفحه اینستاگرام خودش لایو گذاشت، آقای رئیسی هم گذاشت و در اوج لایو این آقای روحانی 34,000 نفر داشتن لایوشون رو میدن، آقای رئیسی هم اولش 28,000 نفر داشتن لایوشون رو میکردن. یعنی در مجموع این دو نفر فکر میکنم 34,000 تا و 29,000 تا میشه 50 و هولوش 70,000 تا مثلا. حالا من زیاد ریاضیم خوب نیست، لطفا قلب نفرستید توی لایو که ما بتونیم. 70,000 نفر داشتن در مجموع لایو این دو نفر رو میدیدن، دو تا آدم سیاسی که سرنوشت یک کشور در اختیارشونه. وحید خزایی با آقای هزینه میاد یه دعوای ساختگی میکنه، دو تا فاضلاب میاد یه دعوای ساختگی میکنن و بیش از تو فقط لایو آقای خزایی بیش از 70,000 نفر لایو خزایی رو دیدن. یک آدم بود. من در صدا و سیما کرمانشاه، اهواز، کرج و جای دیگه کار کردم. ما در پیک ساعت‌های بالا که به اصطلاح میگن که تایم‌های طلایی آنتن‌های صدا و سیمای استانی بود، شاید مثلا 15,000 نفر مثلا صدا و سیمای کرمانشاه رو می‌دیدن تو بعضی وقتا 20,000 نفر. یا توی اهواز به همچنین، یا تو کرج به همچنین، یا توش استان‌های دیگه طبق نظرسنجی که میومد به همچنین. حساب بکنید یه لایو فاضلاب خزایی معادل 4 تا صدا و سیمای ایران آدم نگاش می‌کردن. حالا همین آدم، ببین اینا میشه تفکر دیگه، حالا همین آدم میاد و مردم مثلا گرونی برنج، گرونی چایی، گرونی مسائل مختلفه، میاد یه لایف میذاره در صفحه خودش، مردم میخوان بریزن تو خیابون از حق خودشون دفاع کنن، این میاد آدم میاد یه دعوای ساختگی رو میندازه. مردم مثلا اون دو قشر آدم هم داریم دیگه، یا قشر داریم که بر اساس بیکاری میرن افراد رو دنبال میکنن، یا بهشون بر اساس اینکه آقا کنجکاو این افراد رو نگاه میکنن. و عملا وقتی در کشور گرونی میشه، عملا در کشور وقتی اتفاقی میفته، اون قشری که بیکاره میاد میره تو خیابون، کسی که پزشک، مهندس، دکتره، عملا بلند نمیشه بره تو خیابون یک جنبش خیابونی رو انجام بده. حالا اون آدم میبینه آقا گرونی شده و خزای هزینه هم دعواش میگه آقا ولش کن، برام برای چی تو خیابون برام میشم دعوا اینا نگاه کن. سر مردمو گرم میکنن که مردم، من متاسفانه مجبورم کامنت رو ببندم چون دوستان پیام میذارن که سرعت بیاد پایین. سر مردم گرم میکنن، دعوای ساختگی رو میندازن پشت بدون وحید خزایی هم که گشنه است، مثلا برای 10,000 لیره هم میمیره. الان جدیدن تبلیغ گذاشته این فاضلا و اصلا میکنیم افتاد جدیدن فاضلا هم تبلیغ گذاشته و داره میگه که سایت شرط بندی میاد بالا، یعنی عملا رو هم نمیرن ها، من نمیدونم اینا فازشون چیه، میان تبلیغ سایت شرط بندی رو میکنن. و حرف این هستش که باید یه زمانی یه جای جلوی اینا گرفته میشد و خوشحالیم که برنامه پشت پرده داره یه گام مثبتی رو جلو میبره، داره یه حرکت مثبتی رو میکنه که بالاخره این مسائل جمع بشه، بالاخره همه این اتفاقات تموم بشه. من خب فقط خواستم این توضیحات رو بدم که دوستان یاد بگیرن که قلب کمتر بذارن.
ببین پس تأثیرات دو تا فاضلاب چقدر میتونه توی یه جامعه تفکرات و رفتارهای دو تا فاضلاب چقدر میتونه توی یه جامعه تاثیرگذار باشه. این میشه موضوع اجتماعی، مثلا ربطی هم به سیاست نداره. آره پشت پرده تیوی برام هم چیز زدن، پیج زدن. جالب. نه با فاضل افشانی بیرونه. خب دوستان، توضیحاتی که ما در خصوص این کنکوری ها میدادیم دادیم و امیدوارم که براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. امیدوارم که حالتون همیشه خوب سر حال باشه. خب من دیگه مجبورم لایو رو ببندم چون نمیخوام طولانی بشه. سعی کردم مسائل مهم رو بگم. حتما کانال تلگرامی ما رو که پشت پرده تیوی دنبال بکنید و عرضم به حضور شما که کانال یوتیوب پشت پرده هم دنبال بکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شب خیلی خوبی رو داشته باشید. مرسی.